بسم الله الرحمن الرحیم. با همونجا که ببینید الان این 74 و 75 میل 3 بار میشه. خودم میزنم با این کارتر کلر برکی یا اینه یا اینه یا اینه نمیدونم. انشالله این نباشه، انشالله این باشه. همونه تو یا حضرت عبا چه خبره؟ خیلی خب 3 دقیقه باید دووم بیاریم. کار سختی به نظر نمیاد. اوشت تو تایم تو رو قرآن نمی تو تایم اصلا کجا مرد؟ تو تایم تو روح تو تایم گیرت بیارم تو تایم. یعنی همینطوری میان کیلر میکشتشون. حالا چی به ما میرسه؟ هیچی. تایم بیشتر برای کیلر که ما رو بکشه. رگباری جان تو رو تعمیر کن تایم کم شه. تعمیرش کن. اوشه من این نوشابه پیدا کنم به نفعمه، مقدار زیادی به نفعمه. Masses destruction. برو بیرون. انشالله کینه نیست. نه نیست. دان دان دوش دان 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 دوش دان دان دوش دان 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 دان. یه مس امیدوارم نمیرم با این وضعیتم. میدونه اینجا جای خوبیه. وای داره میکشه. اگه همینطوری بکشه تایم بیشتر میشه. منم اشپیم کمه. منم میکشه. من نمیخوام بکشه. من نمیخوام منو بکشه. یه لحظه گفت الان اسپان میکنم در تو سرویس. بچه واقعا گیم خفنیه. نمیدونم چرا شما حمایت اصلا نمی کنید. آخر باز باید برم بلاک سروت بذارم. اوی 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 نور running defection. اوی تو که به من حمله. اوی بمیر. اوی اسپید بگیر برو بقیه بکش. چون اینجا ترپ هست. اگر 25 ثانیه دووم بیاری واقعا مردی. من دووم میارم اونو نمیدونم.
اوشی ها چرا به تایم اضافه نشد؟ مهم نیست، این خوبه. ماسس دیفاکشن من ندید خدایی نشد دنس بزنم و یک دسته دیگه کمان برو یه دست فقط یک دست کمان برو Bro, come on, bro. Bro. لا بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند این جن ما را ول کرد. بسم الله. گوشت تازه وشمیت بسم الله. خدای قیافه شبیه جناست جنها شیلد اکس سرباز امیدوارم فقط سرس رو نکش. وشمیت بچه ها 31 اکتبر قراره اتفاق خیلی خفن تو گیم بیفته. اون موقع حتما تو چنل ما باشید که اگر فکر نکنم ولی اگر تا اون موقع 50 تایی شدیم حتما این لایو راجبش میذارم. وشمیت فعلا میدونم اتفاق خاصی نیفتاد. نمیخوام ویدیو واقعا خیلی طولانی شه پس امیدوارم این دست رو زنده بمونم. What the hell این چه سمی بود من دیدم. من رفت زحمت میخونم میرم جان رو دیگه. به دلیل اینکه پشمام بخینه که این اسکین 19k پولشه. ای بابا دستم میخوره ای رو میزنم. آره این اسکین 15k پولشه. 15 میگم 19k و دلیل اینکه ترسناکه اینه که خیلی دست زیادی پیش نیومده من این اسکین رو دیدم و زنده موندم. شاید منظورم دست زیاد یه چیه میدونی. البته بعضی اسکین های خیلی ترسناک برمیدارن و این اسکین رو میخرن مثل برگه شغل. یس خیلی خوب. خیلی وقت صرف نمی‌کنم و سریع بهتون میگم دوستان چیه. این اسکین میلسه یه کاراکتر منه که تو لول 75 باز میشه. باله نه؟ حالا فرقش با نسخه اصلی چیه؟ اینجا رو ببینید. این که مهم نیست. شیلد گرفتنش رو ببینید.
هم باسم. شیلد گرفتنش رو ببینید اینطور شیلد میگیره، ولی حالا نسخه های عادی اگر من بیام اینجا مثلا میله 2 رو بذارم اینطور شیلد میگیره که به نظر من میله 2 واقعا بالتره. پس ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدید و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.